زندگی کتاب است پرماجرا. برای یک صفحهش نباید این کتاب را دور بیاندازیم. قد تبین الرشد من الغی. همین است. تا راستی از ریا، صادق از کاذب، مؤمن از منافق، شاکر از کفور و صابر از ناشکیبا معلوم شود. آمدند رفتند، می آیند، می روند، آمدیم و می رویم، خواهند آمد و خواهند رفت. هدف از این همه آمدن و رفتن این است تا مؤلف خوبی برای این کتاب باشیم و صفحات آن را با کارنامه‌های زیبا و حسنات ماندگار زیبا کنیم.